ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгун. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти Вожгун оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 34-ро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷамқул. با چی و به کجا؟ من 2 اسب نحس پیدا کرده می توانم. ما 4 نفر. عالم جان حیران شده چی گفتنش را ندانسته ایستاده بود که فیض الله خواجه‌ایف گفت میلش غم نخورید، رفیقان جمع شوند مصلحت می کنیم. رفیقان همه جمع شدند. هنوز که آنها از دهشت واقعه خبر نداشتند، با وجود آن همه یک درجه غمگین می نمودند. یک فقط احمد جان مخصوم که اصلاً کمگپ و آدمی مستریح بود آرام می ایستاد و در لبانش تبسم بود. خوش، گفت فیض الله خواجه‌ایف به وی مراجعت کرده، در شتاب عسکرهای سرخ بودید، جوریتان را یافتید؟ ها، یافتم، گفت ابو سعید زاده احمد جان. جوریم در جایش در شتاب کار می کند. بیدرک آمده تان می گوید سفیدها ارینبورگ را از هر طرف احاطه کردند. پگاه فردا شتاب به طرف شرق می کوشیده است. تکلیف می کند که به آنها همراه شده به جنگ درآییم. شما چی جواب دادید؟ من مصلحت کرده جواب دادنی شدم. به فکرم از همین دیگر علاج نیست. گپتان درست، گفت فیض الله. من و شما می توانیم به عسکرها همراهی کنیم، اما این رفیقان چی کار می کنند؟ شما از ما پروا نکنید، گفت مکمل مخصوم. من و نسیم جان را حاجی غلام از حالا به خود تابع کرد و صحت سلامت ماندنمان را کفیل شد. چطور؟ امروز ما را در کوچه دیده به دکانش تکلیف کرده در آورد. چای ضیافت کرد. بعد خبرهای ناخوش را گفتن گرفت. چنان تصویر کرد که گویا سفیدها به قریبی دروازه شهر آمدند. ما گفتیم که چی باید کرد؟ نخواد که آمده به دست سفیدها کشته شویم. حاجی خندید و نی گفت شما مخصوم و ملازاده هستید. من یک تار موی شما را کم شدن نمی مانم، فقط به یک شرط که از فیض الله جدا شوید. ما حیران شده چی گفتنمان را ندانستیم. وی گفت که یک بهانه کرده خودی پگاه به خانه من کوچیده بیایید، به آن طرفش کارتان نباشد. شما چی گفتید؟ پرسید عالم جان. ما چی می گفتیم؟ گفت نسیم. ما راضی شدیم. آفرین، گفت فیض الله پس از اندک ملاحظه. اکنون گپ همین. پگاه سحر قطی نسیم جان و مخصوم کوچیده به خانه حاجی غلام می روند. ابو سعید زاده باشند به شتاب ارمیه به نزد رفیقشان می روند. من و شما عالم جان به همان 2 اسب سوار شده به طرف سراتف می رانیم. در وقت آمدنی سفیدها در اینجا بودن شما خوفناک است. درست است، گفت عالم جان. از سراتف به مسکو رسیدن ممکن می شده است. از درون طبق آش پلو برآمد. دوستها به گرد دسترخوان نزدیک نشستند. سحری بر وقت ناشتا کردند. همه کارها موافق نقشه دیشبه انجام یافت.
اول نسیم جان از مکمل مخصوم چیزهایشان را گرفته پیاده گویا قهر و جنگ کرده باشند به سوی حوری حاجی غلام رفتند. بعد احمد جان مخصوم ابو سعید زاده خیر و خوش کرده رفت و نهایت 2 جوره به 2 اسب خورجین ها را بار کرده سوار شدند و راه سرطف را پیش گرفتند. عالم جان به حوریش به زن و بچه هایش گفت که آوازه پهن کنند گویا عالم جان با کاری سودا به قزان رفته باشد. اسبها بردم بودند. هوا صاف شده بود. آفتاب خرم راه آنها را روشن می کرد. از شهر برآمده از دریای آبش کم شده مانده اورل بیملال گذشته به درون بیشه در آمدند. در بیشه زیبای قریبی شهر که جای سیر و سیاحت اهالی ارینبورگ بود حالا کسی دیده نمی شد. و غیر از آواز چهچه مرغان و شبیر شبیر درختان دیگر آوازی هم نبود. ملتق پرانی های شبانه که از دور شنیده می شد حالا خاموش گشته بود. چطور نغز؟ گفت فیض الله احساسات جوشیده آمده را داشته نتوانسته. عالم جان که در این دم در فکر و اندیشه های دیگر بود الهی صحت سلامت از محاصره سفیدان خلاص شده برایم. الهی از پس ما تعقیب نکنند. الهی پیرسک حاجی غلام از رفتن ما خبردار نشده باشد. آخری سخنی فیض الله را شنیده مانده راست گفت. از لینین مدد جستن لازم. در این دم آنها از شهر خیلی دور شده بودند. بیش از به آخر رسید و زمین‌های کیشت سبزواتکاری دهقانان قشلاق آن اطراف سر شد. اما در سر زمین‌ها کسی نمی نمود. الهی راه را غلط نکرده باشیم گفته ماند عالم جان. به طرف جنوب و غربی گفتید گفت فیض الله به قبله نمای ساعتش چشم دوخته. به گمانم درست رفته ایستاده ایم. یگان کس هم نیست که پرسیم. انا راه نموده ایستاده است. آنها به سوی یک راهی کلان که از طرف بیشزاری در جنوب نمایان گشته کشال شده می آمد اسب راندند. راهی کلان حقیقتاً به سوی جنوب غربی می رفت و به گمان سرطف هم در همان طرف بود. لیکن آنها همین که از راهی کلان به بیشه نزدیک شدند یک دسته سواران مسلح به مقابلشان اسب تاخته برآمده آمدند و به آنها اشاره کرده ایستید گفتند. هر دو لجام اسبها را داشته ایستادند. به قفا برگشته اسب تاختن هم ممکن نبود. یا تیر می زدند یا اسب دوانده آنها را دستگیر می کردند. رنگ روی عالم جان کند. دستانش بلرزه در آمدند. و از خودش نی بیشتر از فیض الله می ترسید. در این دم فیض الله همه سندهای خود را لنده و غیجیم کرده نامعلوم کک به درون جوی کنار راه پرتافت که کسی ندید و بنابران رنگش هم نکنده بود و دستانش هم نمی لرزیدند. وی واقعه را دیده به تردد علاج واقعه سر می کرد. سواران مسلح در تاز آمده آنها را پیچانیده گرفتند و به زبان روسی پرسیدند که کیستند و به کجا راه دارند. عالم جان گفت که سوداگران بخارایی هستند و به سرطف می روند. ما به شما سرطف را نشان می دهیم گفت سرداری سواران و فرمود که آنها را کافت و کاو کنند. در اثنای کافت و کاو از کیسه عالم جان یک تپانچه میده و قبچوق پر از پولی کرینسکی را یافتند. از کیسه فیض الله هم پولهایش را گرفتند و تپانچه نیافتند. پس لجامی از پایشان را داشته سوی جنگل روان شدند.
در این دم من و مکمل مخصوم در حوری حاجی غلام در سری دسترخوان نشسته صحبت می کردیم. گفت نسیم جان به کریم و یک تا پپیراس آتش داده دودش را پوف کرد و دمی خاموش ماند. من هنوز هم درست نمی فهمم که حاجی غلام برای چی اینقدر به من و به مکمل مخصوم اعتقاد بسته به گپ‌های ما باور کرد. گفت به خاموشی خلل داده نسیم جان. و فکرم سخن ما دلیل‌های ما او را قانع کنانیده بود و در کار و خیانت آیندهش ما را به خود شریک کردنی بود. شما چی گفتید؟ چی دلیل آوردید؟ پرسید کریم. ما اولی روز لاخ و پرمان را برداشته آمدیم و گفتیم که حاجی امک ما را خلاص کنید. داد از دست فیض الله و شریک های او. حاجی غلام حیران شد و ما را به مهمان خانهش در آورد، چای و نان کرد. ما گفتیم که امشب آریم جانی بد اخلاق ما را خوابیدن نماند. فیض الله به جای طرفی ما را گرفتن جوره اش را حمایه کرد. ما را آدمان کهنه، دین پرست و خرافاتچی و عقب ماندگی گفت. بعد ما طاقت نکردیم و جول و جهازمان را برداشته به اینجا آمدیم. انقلابچیگی اگر همین خیل فروختن دین و دیانت و فروختن شرف و ناموس باشد، ما از بحرش گذشتیم. سخنی مکمل مخصوم گویا از دل و جان می برآمد. حاجی غلام راست باور کرده خرسند شد و ما را به بالای سر برداشت. بعد یک تا نقشه های خودش را گفتن گرفت. خفه نمی شویتان گفت. من آنها را ساز کردم و سازتر می کنم. پگاهنی فردا شهر به دست سفیدها می گذرد. من الکی بشتبی سفیدها آمدن فیض الله و مقصد ناپاکی او را خبر دادم. همین که سفیدها به شهر داخل شدند با دست خودم گرفته فیض الله را به حبس می اندازم. انا در آن وقت شما هم شاهد شده قصورتان را می گیرید. ما قبول کردیم، اما دل ما را گرگ ها طلا می کردند. آیا فیض الله اینا از احاطه سفیدان صحت سلامت خلاص شده برآمده باشند؟ آیا به سرطف راه گرفته باشند؟ حاجی ما را نقص ضیافت می کرد، لیکن از گلوی ما خوراک درست نمی گذشت. آرام و قرار نداشتیم. حاجی باشد تنتنه می کرد. از کوچه خبرهایی برای ما ناخوش را آورده کلانیگری می کرد. این دو تازی بلشویک ها 2 روزه بود می گفت. نصیب باشد باز دولت به دستی صاحبش می گذرد و از این گشنه پرزورها خلاص شده به کاری سودای و تجارت رواج می دهیم می گفت. وقتی که فهمید فیض الله با آریم جان جوریف به کیم کجا رفتند در غضب شد. دیدیتان می گفت به شما خیانت کرده جان خودشان را گرفته گریختند، لیکن دور رفته نمی توانند. البته به دست می افتند. روز دوم غایب شده رفتن فیض الله اینا در حقیقت شهر به دست سفیدها افتاد. حاجی غلام یک روز از خانه نبرآمد. بعد از اندک آسوده شدن کوچه ها به بازویش لطه سفید پیچانیده یک لعلی تحفه و هدیه ها را برداشته برآمده رفت. پس از 2-3 ساعت خرسند و شاد برگشته به ما خبر داد که دوستانش دولت و حاکمیت را به دست گرفتند و اکنون تا به خود مستوه رفته می رسند. ما از فیض الله پرسیدیم
و گفت که آدمان گنرال دوتف 2 نفر شخص نامعلوم را داشتند و در یکی از قشلاقها حبس کرده ماندند. باید همین شب یا پگاه بندی ها را بیارند و در حبسخانه شهر قبه کرده تفتیش را سر می کنند. من گفتم که گفت حاجی خودم کی بودنی آنها را به شما گشاده داده با شاهدهای پخته همه اسرارشان را فاش می کنم. انا بعد سود کرده می پرانید. این خبر راست بود و نقشه های این پیرسک هم همه عملی و شدنی بودند. بنابراین ما به غم و غصه غوطیدیم. من خواستم که با بهانه تماشای شهر به حولی عالم جان روم و از اهل بیت وی خبر گیرم، لیکن امکان نشد. حاجی غلام یک خدمتگاری تاتار داشت که به نظر خیلی لطی و مکار می نمود. گویا به ولی نعمتش صادق و فداکار بود. چنین می نمود که از گفته خواجه‌اش سری موی بر نمی گردد. کوچه برآمدنی شدنی مرا شنیده اول منع کرد، بعد گفت که میلش با مصطفی ابزی همان خدمتگار روی. البته با شاهد به کوچه برآمده من کاری کرده نمی توانستم. پس در نبودن میزبانان من و مکمل مخصوم با آوازی پست و احتیاط شده گپ زده راه و چاره کار می اندیشیدیم. من گفتم که اگر این پیرسک را از میان نبرداریم و دوستان ما را به کشتن می دهد. لیکن با چی راه او را از میان بردن لازم؟ با خودش شبانه به کوچه برآمده پرانده پرتافتن چطور می شده باشد؟ خودتان به دستی سفیدها می افتید. ما را هم می برند و کار دوستانمان باز هم وزنین تر می شود، گفت مکمل مخصوم. من تیار بودم که خودم را به فیض الله قربان کنم، لیکن مکمل مخصوم آن طور قربانی های بیفایده را منع کرد و گفت که با پند و نصیحت و زاری و تولا خود حاجی را براه می دراریم و با دست خودش رفیقانمان را خلاص می کنیم. این تا یک درجه فکری معقول تافت، لیکن وقتی که درستر اندیشیدیم و کی و چی بودنی حاجی غلام خائن را در نظر آوردیم، دانستیم که هیچگاه وی به این تدبیر ما راضی نمی شود. برعکس از خود ما شبهه کرده برده حبس می کناند. نهایت مشکل ما را خودی حاجی غلام آسان کرد. بیگاهی از حولی درون لباسهای کبارانه، کستومی سیاه، کرته‌های سفیدی، گریبانش آهری، گلستوک‌های فرنگی و توفلی‌های امریکایی پوشیده برآمد. من امشب به ضیافت خود گنرال دعوت شدم، گفت. این ضیافت گنرال و ضیافت من است، چون که همه گوشت و روغن و مشروبات از انبار من رفته بود. بنابراین من امشب خرسندی کردن می خواهم. احتمال بی وقت برگردم. در اینجا مصطفی ابزی از شما خبرداری می کند. بی ملال راحت کرده خوابیتان. راحتی گور. فیض الله خواجه و عالم جان در دمی مرگ. احمد جان مخصوم نمی دانیم با اسکرها کارش به کجا انجامید. ما گویا مذهب فروشی کرده در خانه این پیرسگ خائن نشسته ایم. عجیب نه که پگاه یا فردا ما را به شاهدی هم کشاره کنند. نه، اگر راحت گفته شینیم به سری ما روزهای از این هم مشکل می افتند. من فکر کرده به یک قرار آمدم و قریب نیمی شب جسته از جا برخاستم و لباسهایم را در بر کردم.
مصطفی ابزی سر برداشته پرسید که کجا می روم؟ گفتم که خوابی سیاه پخش کرد. دلم زده ایستاده است. کمتر در بیرون گشته هوا می خورم. مردک یا به گپی من باور کرد یا تنبلی کرد یا چیزی دیگر. به هر حال بازگشته سرش را به بالین گذاشت و به من کاردار نشد. مکمل مخصوم که بیدار بود به من با دست تهدید کرد و آواز نبرآورد. من به کوچه برآمدم. نمیدانستم که به کجا روم. آن روزها اعلان شده بود که از ساعت 6 بیگاهی به کوچه برآمدن مردم منع است. اگر پیشتر روم به دست پاسبان ها افتادنم ممکن. بنابراین به اطراف سینچه کرده در همان قریبی در میدانچه نزد حولی حاجی یک عرابه 4 چرخه و در نزد آن یک باچکه آهنین را دیدم. زود و پسی عرابه و باچکه پنهان شده آمدن حاجی را پاییده نشستم. دستی راستم به کیسه بغل در تپانچه بود. دیری نگذشته یک فایتون به حولی آمده رسید و در نزد دروازه ایستاد. از فایتون 30 نفر آدمان حربی فرآمدند و من در شوره کم نوری فانوس فایتون دیدم که حاجی غلامی بیهوش را دست و پا آویزان برداشته به حولیش در آوردند و پس از فاصله برآمده به فایتون نشسته رفتند. من خود را سرزنش می کردم که از عهده کاری نبرآمده احمق شده ماندم. لیکن به خانه در آمده بینم همه به پاخیستگی، گریندگی و ماتم. معلوم شد که حاجی در بزم بسیار نوشیده، بسیار دوادوی و خرسندی کرده، نهایت ناخواست دلش را داشته افتاده مانده است. با فرمان گنرال دکتر حربی که او را به خانه‌اش آورده مانده است گفته است که به زنده ماندنش امید کم است. من و مکمل مخصوم درون شادی و تنتنه می کردیم. اولی روز فغانی زن و دخترهای حاجی بلند شد. لعنتی یگان دهان گپ زده نتوانسته به جهنم رفته است. البته من و مکمل مخصوم خیلی خفه و غمناک شدیم و به دفن وی اشتراک کردیم و مرده‌داری نمودیم. پس از 2 روز مصطفی ابزی که ما از وی خیلی در شبهه بودیم خودش را به ما گشاده داد. برادران عزیز، گفت وی به ما، از من شبهه نکنید و نترسید. من دوستی شما، من هم انقلابچی هستم. من کی بودن و در چی فکر بودنی شما را نقص می دانم. خدا رحمتی گویم یا که لعنتی گویم، حاجی غلام به حق کمیسیه انقلابی شما خیانت کرد و باز خیانت کردنی بود که هرچی از میان رفت. اکنون به آن 2 رفیق شما که حبس شده اند هیچ گپ نمی شود. نصیب باشد خودم راهی آزاد کردن آنها را می یابم. لیکن پیش از همه چاره کاری شما را دیده خاطر جمع شدنیم. می خواهم که خودی همین روز شما را به یک سوداگری بخارایی همراه کرده برگشته به سوی ترکستان فرستانم. انا این به شمایان اجازت خط. در راه اسکرهای 2 طف به شما مانع نمی شود. به اسکرهای سرخ واخورید. خودتان می دانید. ما اول حیران شدیم. بعد از خرسندی مصطفی ابزی را در آغوش کرده بوسیدیم و همراهی او به کوچه برآمده تا به قوشخانه سوداگران بخارایی رفتیم. در آنجا با یک عرابه 4 چرخه چمدانهایش را گذاشته یک سوداگری شکم کلام منتظری ما ایستاده بود. مصطفی ابزی ما را به عرابه شناند و خداحافظی کرد. اسب و عرابه از آن سوداگر بود، لیکن عرابه کش نداشت. بنابراین من لجام اسب را به دست گرفته عرابه کش شدم. مکمل مخصوم گویا خدمتگاری سوداگر بود. همین طور ما به راه برآمدیم.
راه را نمی دانستیم. پرسیده نهایت به راه کلانی برآمدیم که سوی دشت قزاق می رفت. سوداگر ما را نشناخت، ما هم خود را نگفتیم. از غژدوان می شویم گفتیم. نمی دانم باور کرد یا نه. به هر حال با ما صحبت کنان می رفت و خرسند بود که خیریت از شهری پر آشوب خلاص شده برآمد. تا به قریبی غروب آفتاب در چندین بندرگاه ما را داشته اجازت خط پرسیدند. ما اجازت خط نشان داده می گذشتیم. نهایت به جایی رسیدیم که در یک کپه خسین 4 نفر اسکران مسلح گویا به خون تشنه شده نشسته بودند. ما را دیدند و هر 4 به پیشوازمان تاختند. به کجا می روید؟ پرسیدند آنها. کی اجازت می دهد که شما به طرف سرخها گذرید؟ ما به طرف سرخها نه گفتم من. ما به بخارا می رویم. ما سوداگر هستیم. ما آدمانی بی طرف. انا اجازت خط هم داریم. اجازت خط را برده به مادرت نشان ده، گفت یکی از آنها. کنی از عرابه فرایید؟ ما از عرابه فرامدیم. آنها ما را تینه داده به درون خسکپه در آوردند. دری چوبینی از خیمچه ها بافته شده آن را پوشانیده خودشان در بیرون برای مصلحت ماندند. هرچند که آهسته گپ می زدند ولی من می شنیدم. از گفتگوی آنها موی بدنم راست می شد. یکی می گفت که با کسی منتظر نشده هر 3 ما را با نیزه کشته تا آوازی ملتق نبراید مال ما را در بین خود تقسیم کنند. دیگری می گفت که 10 باشی آمده می فهمد و ما را جزا می دهد و بنابران آمدن او را منتظر شدن لازم. به گمان اینها پیش قراولانی اسکران سفید بودند که عادتاً نشانه اولین تیر دشمن می شدند و از بس که جانشان را همیشه به کف دست گرفته می گشتند خیلی بد جهل، خیلی دغل و ناترس و بی پروا هم بودند. بنابران من مرگ خودمان را به چشم دیدم ولی به شریک ها اظهار نکردم. سوداگری بخارایی از ترس درق می لرزید. مکمل مخصوم گرنگ شده مانده بود و از بس که سخنانی بیروننگی ها را درست نمی شنوید به من با نظری سؤال نگاه می کرد. لیکن هنوز مصلحتی بیروننگی ها به آخر نرسیده، هنوز ما هم در بین خود سخنی نگفته، از طرف دشت آوازی تیرپرانی بسیار بلند شد و کسی از دور کیم چی گفته فریادی کرد. من از راغهای خسکپه دیدم که آن 4 نفر همه چیز را فراموش کرده ملتقهای خود را گرفته به طرف تاختند. ما هم برآمده می گریزیم. گفتم به رفیقان دیوانه شدید. گفت سوداگر همه امان را داشته تیرباران می کنند. خواه ناخواه تیرباران می کنند. گفتم بهتر که بختمان را سنجیده بینیم. از پای عرابه امان پرزورند. ما را از دست این پیاده خونخوارها نجات داده می توانند. و فکرم جبهه سرخها از اینجا دور نی. این گپت درست، اما گفت مکمل مخصوم دو دیلگی را مانید اکه مخصوم. گفتم سخت کرده. تا اما پما گفتنی ما فرصت می گذرد. رفتیم. شنوندگان عزیز، شما گفتار 34 را از روی رمانی تختی واژگونی نویسنده خلقی تاجیکستان جلول اکرامی در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبов. پایان گفتار از سلسله خوانش بدیعی. شاد باشید.